پس از قطع آب شرب انتقالی به استان یزد، مسئولان استان عزمشون رو برای تامین آب شرب مردم جزم کردند. حدود 20 حلقه چایی که حالا چای کشاورزی، چایی که استیجاری بوده اجاره کردیم از کشاورزا، دستگاه کلور زنا همونجا مستقر کردیم، بسته شبکه کردیم به تقریبا ایسیاش زیر 2000 و الان هم مشکلی نداره. مردم مطمئن باشن از این آب که ما داریم به مردم میدیم، به خاطری که حدود در روز 300 نمونه آزمایش هم ما میگیریم، هم مرکز بهداشت ازش میگیره که هیچ مشکلی نداشته باشه. از 30 تانکری که قراره از سراسر کشور به یزد برسه، در حال حاضر 10 تانکر اون رسیده و در 5 نقطه از شهر یزد نیز مستقر شده. وضعیت آب خونتون چطوره؟ خرابه. بدون آب بردن، آب تصفیه. ما میمون از کرج برام اومد خود دارم خیالت میکشم، باید بیام اینجا هر روز 7 صبح او بردم برام اونجا خونه برام میمونم. ما علاوه بر این که از تانکرهای خود استان یزد داریم استفاده میکنیم، تا الان از استان کرمان، استان فارس تانکر اعزام شده. بلوار فضیلت، مجتمع ارغوان، انتهای بلوار آذریزدی و خب با توجه به نیازی که بوده در محل امامزاده سید جعفر و حظیره هم تانکرها مستقر هستند. با توجه به وضعیت فشار شبکه و تماسی که میگیرن، ما تانکرها رو اعزام میکنیم به محلهای 23 گانه‌ای که از قبل پیش بینی شده. برنامه در حقیقت دستگاه بسته‌بندی آب هم از لرستان به البرز پیگیری میشه که فکر میکنم تا فردا بتونیم مستقر بکنیم توی شهر. میطلبه تا مردم هم در این اوضاع بحرانی صرفه‌جویی در مصرف آب رو سرلوحه کارشون قرار بدن. سجاد میرشریف، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.